زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار، چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن خواهر عزیز گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد. لیکن گفت فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. حبیب خدا چی عجیب جمله زیبایی گفتن. میخواهم که همین جمله را همه زنهایی که شوهر میکنن در بالای همون صندوقهایی که پر از متریال و کرته و از تمام اشیای دنیا همراه خود دارن، بالای همون صندوقها در همین جمله را می نویساندن لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. همین شعار کاش که می نویساندن. همون جوابنامه هایی که در قبر می نویسه به کسی در کار نیست، همون جوابنامه در همون ورقهای دراز ده بالای صندوقهای دختر دونده همین جمله را نویسه. این جمله چی معنی دارد؟ این جمله هست که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی تا حال حق شوهر به جا نآوردی، تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. برای شوهر بهترین نعمت است. انا این جمله را بالای صندوقات نویسید تا که دختری تو با حق شوهر رسد. دخترها را شینانه، پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواین که رفته از سر دکان دخترتون آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمت ها را خورین. میخواین که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین، چیکار کنید؟ در خانه تعلیمش دهید، در خانه فهمانین که بچم که خانه شوهر رفتی دیگر پدر مادر نگو، دیگر اپا و خواهر نگو، دیگر دگانه بازی و طلبه نگو، هر چیزی که شوهرت میگد اجرا کن. انشاءالله بچم به همه نیکبختی های حیاتت میرسی. گفته این نصیحت ها را باید که هر یک پدر مادر کند. اینجا یک خط دیگر آمده است، میگوید که مرا شوهرم 3 طلاق کرد. این خط در پیش من است. 3 طلاق کرد. به چی خاطر؟ شوهرم دیر کرد دیگر نه آمد، در کار بود از شوهر، از عبیتی برآمدگی شو آمد است، از توی خانه دوگانش رفته است. وقتی شوهر که میپرسش میگد باز بلند آوازی کرده است، شوهر 3 طلاقش کرده است. ببین و ما باید که هر یک قدم اون پرسیم و با پرسیدن غلام نمیشین کو. پرسیم که شوهر اجازتم نمیدی خانه دوگانه میرم، خانه آچم میرم، خانه اکم میرم، انشاءالله همه شوهرها اجازت میدید. اگر تو همراه با زبان خوش پرسی انشاءالله شوهرها هیچ وقت با شما دشنام قبیل نمیدهند. افسوس که همون زنهای میپرسه یکی هم امروز گوییم که از بین همه نابود شدن. دوره های حبیب خدا بود. ببین زنها 40 زنها بودن. پدرای عزیز دیر نشده است، دنیا دگرگون نشده است، ما دگرگون شدیم. اینجا دنیا را ما و شما و شرایط ما و شما برای خود دلیل نیاریم. ما خودمان به مسئولیت شدگیم، ما خودمان به اهمیت شدگیم. در دخترهامان تماما توجه نداریم. چگونه معامله میکند کردن بگیرد. عاقبت یکی میشنویم یگان به حیایی و یگان نامعقولی دختر ما پسان سرها را در سنگ میزنیم که دیگر فایده ما نمیکنه. زیرا از اول علاج واقع پیش از وقوع گفتن، پیش از آن که این دختری ما به حیایی به شرمی کند پیشکی علاج باید ما و شما میدیدیم. میگه دورای حبیب خدا بود. کیسه مشهور از شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کنه در کتابش میارد. همه بابی همه احترام شوهر در این قصه را حکایت میکند. من جایش آمده که صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خطای در 1 هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتن. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گفت میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات که صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم.
تجارت رنگی دوبای خیتای در یک هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتند. گو از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گو میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است، بسیار خوب میشه که رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشه، شوهر درک ندارد، الکی دختر در خانه آتشه. دوم آمد، از بین 1 هفته گذشت، کش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ گفت حبیب خدا را پرس اجازت میدهد یا نمیدهد. وقتی نزد حبیب خدا را برادر، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من تشیعها جنازته. بین گفت در همون خانه نشستن و اطاعت شوهر بهتر است که از جنازه پدرش اشتراک کردن. زن قبول کردن، محلش گفتن. از همین بین 1 سال گذشت که شوهر آمد. در حال دختر حادثه را گفتن، شوهر گفتن برای چی نرفتی؟ گفت حبیب خدا اجازت نداد. وقتی جوان دوان و پیش پیغمبر خدا رفت، حبیب خدا چی گفتن؟ ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. ای جوان عزیز گفت خوش به حالت که آدم خداداد بوده، بسیار زن مسلمان داشته، بسیار زن خوب داشته، لیکن رو با همون دختر خبر بده که پدرش آدم گناهکار بوده است. پدرش آدمی گویم که خیلی سهو و غلطهای زیاد داشت، لیکن خداوند به خاطر احترام همین زن از برای شوهرش از گناه پدرش خداوند گذشت. ببین از گناه پدر پروردگار گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن شوهرش احترام میکنه. البته انشاءالله آن پدر و مادر گورش پرنور است زمانی که داماد از او راضی باشد، زمانی که شوهر دخترش از دخترش راضی باشد. شما وقتی همون خانه دخترتون میرین، وقتی مثال شوهر همون خسر و خوشتامن همون در پیش شما گوید که خدا شما را برکت دهد که بسیار دختری خوب برای ما دادی، چند قدر خرسند میشوید. چقدر دیگر ببین باور که شما قبط گوش میگیرید. لیکن وقتی گوید که یک دختری تنبل، یک دختری لادری، یک دختری چیرکینی، یک دختری گپگردانی، مثال فلان گفتن گیرد، چند قدر وقتی تو ناراحت میشه برای تو پدر و مادری، تو غمگین میشه که دختری من این گناه، که تو باید وقت داشت غمگین میشدی. تو در وقت داشت باید که این دختره نمیگذاشت که لادر باشد و تنبل باشد و چیرکین باشد. باید همه این طرف ها را تو اهمیت میدادی، بعد به این جوان میدادی. امروز تو رحمتنامه میگرفت. از مکتب رحمتنامه من میدادن که 5 گرفته، باور که 1 سال ای خرسندی را دیگر حد کنار نداشتیم. وقتی خسور و کشتامم گفت رحمت بر تو، چند قدر خرسند میشوی. برای همین رحمتنامه را گرفتن پدرای عزیز و برادرای مهربان کوشش کنید ان شاء الله همون رحمتنامه را شما میشنوید. و این خواهر عزیز من چی گفت؟ عزیزم میگویم که مقصد یک باری که طلاق دادم بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت داره، فقط روایتش در دست من نیست. میتوانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابند. لیکن گفتی همون تاجیکای ما و شما پشتانه به سر گیرید. در زندگی بسیار خطری گویم، خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر را کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست بدارم که در همه عائله احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بعد چی میشود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد،